агар ҳамин гузаргоҳ шавад, агар одамон метавонанд рӯзҳои ид ба ҷазира гузашта Темурмаликро зиёрат мекунанд, тамошо мекунанд. مقامات خوجند میگویند شاید مجسمه قهرمان تاریخی تاجیکان تیمورملیک در همین جزیره در رودخانه سیر گذاشته شود. جزیره که گویا در آن 1000 سرباز بر ضد لشکر عظیم چنگیزخان مقاومت میکردند. از روی معلومات‌های سرچشمه‌ها تیمورملیک اطراف جزیره را مستحکم کرده، دیوارهای بلند ساخته، این جزیره را به یک قلعه مستحکم تبدیل یافت. بنا به معلومات تاریخی لشکر چنگیزخان سال 1219 به استیلای دولت خوارزمشاه شروع کرد و تا به اینجا رسید. تیمورملیک از آن سرلشکران به حساب می رود که شکست سخت به مغول ها وارد کرده است. با ساحل دریا رفته با لشکرهای خود شبانه به مغول ها هجوم کرده با برمیگشت. مغول ها چند مرتبه خواستند که همین جزیره را اشغال کنند، اما آب روانی سردریا امکانیت نمیداد که آنها از پکی گذرند. مغول ها حرکت کردند که از کوه مغول سنگ ها را آورده دریا را بسته به جزیره گذرند. اما شبانه تیمورملیک با لشکران خود این راه گذرگاه مغول ها را ویران میکرد. بحث گذاشتن پیکره تیمورملیک سالهاست در سوغد ادامه دارد و اول قرار بود در اینجا در جای مجمع استقلال گذاشته شود. بعداً مقامات تصمیمشان را دیگر کردند. این مجمع محتشم را در خوجند مرکز مأموری ولایت بنیاد کردند. خطا با هفته پیش در همین نزد رئیس ولایت این مسئله بررسی شد. معاونا بودن، من هم اشتراک کردم. باید گذاشتن مجسمه در همین چی میگوید؟ استروف جزیره که خودش هم برنامه تیمورملیک ما تا امروز میگوییم در جزیره گذاشتن مجسمه تیمورملیک. این مسئله هست. بحثی اساسی برای بنیاد پیکره تیمورملیک سری مکانی پیکره است که کجا باشد، در جزیره به نام خودش یا جای دیگر. حالا اگر تصمیم هم بگیرند معلوم نیست آن کی در خوجند قامت می افرازد.